هیپنوتیزم یعنی چی؟ هیپنوتیزم شرایطیه که در طول روز امکان داره برای همه ما اتفاق بیفته. حالا چه جوری؟ به عنوان مثال، تا حالا شده که جذب تماشای یک فیلم سینمایی بشید؟ اونقدر اون فیلم برای شما جذاب باشه که وقتی صداتون میکنن اسم خودتون رو نشنوید، یا موقعی که مثلا برای شما چای ریختن اون چای برای شما سرد بشه و از دهن بیفته. این موضوع نشون میده که شما به صورت خاص متمرکز شدید روی یک موضوع ذهنی و جالب اینجاست که شما تلقین پذیری هم دارید. یعنی اگر اون فیلم ترسناک باشه شما میترسید و اگر خنده دار باشه شما میخندید و اگر ناراحت کننده باشه امکان داره که شما گریه هم بکنید، در صورتی که میدونید اون یک فیلمه و امکان داره که واقعی نباشه. جالب اینجاست که هیپنوتیزم هم دقیقاً همینه. یعنی هیپنوتیزور به واسطه تکنیک‌های القا و عمیق‌سازی که بلده شرایط ذهنی مشابهی رو برای شما ایجاد میکنه، به صورتی که آگاهی محیطی به حداقل ممکن میرسه و کاهش پیدا میکنه و تلقین پذیری ذهنی به حد اکثر ممکن میرسه.